من فرزند آزادگان جمنشاد و صاحب ارث شهریاران ایرانم، زنده کننده هر آنچه که از عزت آنان از میان رفته و طول ایام قدیم بر آنها قلم فراموشی کشیده. اگر کسی از حق ایشان چشم پوشد، من چشم نخواهم بست. درفش کاویانی با من است و امید آن که به فر آن بر تمامی جهان چیره شویم. پس به همه تازیان بگوی ما به قهر و به تن نیزه ها و ضرب شمشیرها شما را حکومت دادیم. پس بازگردید به حجاز، سرزمین خود، و آنگاه به یاری شمشیر برنده و قلم توانا من بر تخت شاهی خواهم نشست. صفاریان را شاید بتوان بزرگترین قدرت نظامی ایرانی پس از چیرگی تازیان بر ایران دانست. آنها نه تنها موفق به ایجاد استقلال در نواحی شرقی، مرکزی و شمالی ایران شدند، بلکه به همراه سامانیان، ادریسی ها، اغلبیون و طولونی ها که مصر را به تسخیر درآورده بودند، امپراتوری عباسی را به شدت ضعیف کردند و آن را به نیروی شکست خورده تنزل دادند. به گفته کالین مکیودی، صفاریان و سپس سامانیان با تصرف ایالات شرقی ایران نمایندگان تجدید حیات ملی ایرانیان بودند. در حقیقت پایه‌گذار قدرت صفاریان عیاران سیستانی بودند که در سالهای 860 تا 890 میلادی به رهبری یعقوب و سپس برادرش عمرو به اوج قدرت خود رسیدند. این مردان که در جنگ و کمینزنی استاد بودند، با رشادت تمام در نبردهایشان یکی پس از دیگری به پیروزی‌های قاطعانه دست می‌یافتند. سرعت رشد این نیروها از زمانی آغاز شد که یعقوب لیث صفاری به همراه برادرانش عمرو و علی گروه‌های پراکنده عیاران را تبدیل به ارتشی بزرگ و سازمان یافته کردند. او در سالهای 860 تا 861 میلادی با شکست خوارج سیستانی پایگاه خود را در زرنگ بنیان نهاد. پس از این موفقیت چشمگیر، یعقوب به جمع‌آوری هزاران سرباز و جنگجوی پراکنده در منطقه سیستان پرداخت و در سال 864 میلادی در نبرد بست موفق به فتح نواحی شمالی قلمرو تازه تأسیس خود شد و شهر قندهار را به تسخیر خود درآورد. یعقوب که افکار بلندی در سر داشت، در پی دومین دستاورد خود از سال 865 تا 867 دیگر خوارج که در مناطق جنوبی طاهریان برای خود استقلال نظامی ایجاد کرده بودند را مورد تاخت و تاز سپاه خود قرار داد و آنها را در هم کوبید. پس از تارمار کردن خوارج مناطق سیستان و خراسان، هزاران نفر از آنها به اسارت صفاریان در آمدند و از آن پس با یعقوب بیعت کرده و به زمره جنگاوران وی پیوستند. حال صفاریان به چنان قدرت نظامی دست یافته بودند که برای تمامی مناطق اطراف خود تهدید جدی به شمار می آمدند. یعقوب در اولین فرصت با گردآوری ارتشی بزرگ و مجهز از کویر لوط گذشت و خود را به بم رسانید. صفاریان استاد پیمایش مناطق کبیری و کم آب بودند و در اصطلاح طی طریق می کردند. یعقوب در یک عملیات برق‌آسا موفق به فتح کرمان و قلعه بم شد و از آن پس عزم تصرف فارس کرد.
حاکم فارس علی ابن حسین قریشی با 15,000 مرد جنگی در کنار رود کر مانع ورود یعقوب شد. اما وی که ظاهراً خود را از گذر از رودخانه ناتوان نشان میداد، در فکر عبور از رودخانه بود. مردان او بالاخره با پیدا کردن یک قسمت کم عمق به سرعت از رود گذشتند و سپاه فارس را غافلگیر و در نبردی خونبار 5,000 سرباز آنها را از بین بردند و علی ابن حسین را دستگیر کردند. بم و کرمان و از آن پس شیراز و ایالت فارس در میان سالهای 867 تا 869 سقوط کردند و یعقوب آن را ضمیمه خاک خود کرد. یعقوب از شیراز غنایم بسیاری گرفت و برای آن که در این مرحله خلیف را علیه خود تحریک نکند، بخش قابل توجهی از غنایم را برای او فرستاد. خلیفه نیز که چندان تسلطی بر فرارودان و شرق ایران نداشت و کشمکش‌های نواحی داخلی فلات ایران برایش بی اهمیت بود، سرزمین‌های فتح شده یعقوب را به رسمیت شناخت تا به این وسیله خطر صفاریان را از خود دور کند. یعقوب که می‌دانست اگر روزی بخواهد به هدف اصلی خود، یعنی تشکیل یک حکومت یکپارچه ایرانی تبار مانند ساسانیان نائل آید، میبایست دامنه تصرفات خود را گسترش دهد. اما به دلیل پیروزی‌های گسترده و برقاسایش حساسیت و تنش منطقه نسبت به وی و حکومت نوبنیانش بالا رفته بود. بنابراین تصمیم گرفت به جنگ‌های مذهبی با کفار هندو بپردازد. به همین منظور لشکر سپاریان در سال 870 میلادی موفق به فتح کابلستان و ناحیه تخارستان تا سرحدهای کشمیر و پنجاب شدند. در این لشکرکشی موفقیت آمیز پادشاهی رتبیل که از سال 680 میلادی موفق به ایجاد پادشاهی مستقل خود در این مناطق شده بودند، یک بار برای همیشه نابود شد. پس از این موفقیت چشمگیر یعقوب خود را شاه می‌خواند و نامه‌ای به خلیفه عباسی می‌فرستد. این نامه که به زبان فارسی نوشته شده بود مضمونی چنین داشت: با این درفش کاویانی که در دستان من است، امید است که تمامی ملل را به زیر آن بیاورم. این پیام یک معنا را می‌رساند و آن همین بود که به زودی سپاریان به سراغ دستگاه خلافت خواهند آمد. یعقوب برای کوتاه کردن دست خلیفه از مناطق شرقی آخرین سنگر متعلق به طاهریان که از یاران عباسیان و تحت اوامر ایشان بودند را مورد تازش خود قرار داد و به سال 873 دروازه های نیشابور را گشود و محمد ابن طاهر را اسیر کرد. با این کارزار موفقیت آمیز سپاریان و عباسیان رسما وارد جنگ شدند. یک سال پس از آن در سال 874 میلادی یعقوب به بهانه دستگیری متواریان شورشی وارد طبرستان بزرگ شد و گرگان و ساری را گشود و تا آمل پیشروی کرد. تصرف این منطقه مدتها به طول انجامید، چرا که هم مردم منطقه بسیار جنگجو بودند و هم آن که کوهها و جنگلها مانع بزرگی بر سر راه مهاجمان بود. این نبرد برای او به قیمت مرگ 40,000 سرباز و از بین رفتن بار و بنه و امکانات سپاهش تمام شد. اما تصرف بخش‌های شرقی و مرکزی شمال ایران که حتی اعراب در اوج قدرت نیز به جز مدت کوتاهی بر آن چیره نشدند، دستاورد بسیار بزرگی را نصیب سفاریان کرد. یعقوب در همین زمان نیمی از خاک ایران و نواحی بزرگی از شرق را در اختیار داشت. اما یعقوب که ادامه جنگ در این شرایط جغرافیایی را به ضرر خود میدید، سرانجام با درخواست صلح حسن ابن زید موافقت کرد و علویان طبرستان با پرداخت خراج موفق به حفظ مناطق غربی مازندران شدند. یک سال بعد در سال 875 میلادی حاکمان فارس به نفع خلیفه سر به شورش برآوردند و کنترل فارس از دست سفاریان خارج شد. یعقوب بیدرنگ به سوی فارس شتافت و توانست شورش را سرکوب کند.
پس از آن برادر خلیفه الموفق به وی پیشنهاد کرد در صورت پایان بخشیدن به تنش‌های داخلی و آشتی با دستگاه خلافت، ولایات فارس، ری، خراسان و سایر نواحی فتح شده به دست یعقوب را توسط دستگاه خلافت به رسمیت بشناسد و همچنین او را به عنوان رئیس شهربانی بغداد برگزیند. اما یعقوب که این پیشنهاد را نشانه ضعف دستگاه خلافت می‌دید، آنها را رد کرده و خلیفه المعتمد را به نبرد فراخواند. یعقوب در سال 876 میلادی قصد مبارزه با خلیفه عباسی معتمد را کرد. خلیفه که در این زمان چند سالی درگیر قیام سهمگین زنگیان شده بود، با فرستادن سفیران بیشماری از یعقوب خواست تا از جنگ صرف نظر کند. اما یعقوب قبول نکرد و با نیروی بزرگ به سوی اهواز به راه افتاد. مردم خوزستان نیز دست همکاری به سوی این سردار ایرانی دراز کردند و به جای مبارزه با وی نیروی او را تقویت نمودند. در اینجا بود که خلیفه معتمد دریافت اگر درنگ کند بغداد و کل امپراتوری عباسی به دست این جنگجوی بیباک که از 2000 کیلومتر دورتر به این سو آمده از بین می رود. بنابراین ارتش خلیفه در ماه آوریل سال 876 در دیرالآغول بین بغداد و تیسفون به انتظار نیروی لیث صفار نشست. در 8 آوریل 879 میلادی نبرد در نزدیکی روستایی از ناحیه شهر به نام ایستاربند بین دیرالآغول و سیب بنی کومه روی داد. ارتش یعقوب متشکل از عیاران، غازیان سیستانی و خوارج خراسانی بود. قبل از شروع نبرد یعقوب سپاهیان خود را که حدود 10,000 نفر بودند بررسی کرد، سپس ماهرترین و معتمدترین آنها را در نزد خود قرار داد و بدین سان ستون ارتش خود را در قلب سپاهیانش بنیان نهاد. اسناد و منابع موجود به چگونگی آرایش نظامی یعقوب آنم به صورت دقیق نپرداختند. با توجه به گزارش‌های تبری و نوشته‌های دکتر زرینکوب و دکتر پاریزی، اکثر سپاهیان یعقوب را سوار نظام متشکل از اسب و شتر که مجهز به سلاح‌هایی چون شمشیر، گرز و تبر بودند تشکیل می‌دادند. همچنین واحدهای سواره کماندار، پیادگان عیار نیز به صورت مجزا در میانشان موجود بود. در سمت مقابل ارتش عباسی که در شماره از برتری تعداد چند هزار نفر برخوردار بود، از قبل به صفارایی قوای خود پرداخته بودند. عباسیان که به نوعی در سرزمین‌های خود می جنگیدند و هم حمایت معنوی خلیفه منتسب به رسول الله را دارا بودند، از روحیه بالاتری نسبت به صفاریان برخوردار بودند. اما در آن سو یعقوب که از ابتدای لشکرکشی خود آمدانه در سپاه شایعه کرده بود که قصد نبرد با خلیفه را ندارد و این یک لشکرکشی تنها برای گرفتن امتیاز بیشتر از اوست، حال سپاهیان خود را در عمل انجام شده قرار داده بود. شک در سپاهیان صفاری رخنه کرده بود، چرا که آنها از گروه‌های مختلف فکری تشکیل شده بودند و بسیاری از ایشان خلیفه را جانشین به حق پیامبر می دانستند. حالان که یعقوب را فردی عیار می دیدند که به ضرب شمشیر متصرفاتی به دست آورده و خود را به مقام شاهی رسانده بود. به یقین حتی در سپاهیان صفاری مشروعیت یعقوب در برابر خلیفه قابل قیاس نبود، اما نبرد برای ایشان اجتناب ناپذیر بود و راه گریزی از آن وجود نداشت. فرماندهی مرکز سپاه عباسیان به عهده الموفق برادر خلیفه بود. موسی بن بوقا عهدهدار فرماندهی جناح راست بود و مسرور بلخی عهدهدار جناح چپ ایشان. آخرین درخواست از صفاریان برای بازگشت و سوگند وفاداری خود به خلیفه انجام شد. آنها فریاد می‌زدند شما در حال مبارزه با خلیفه منتسب به رسول الله هستید.
و بدین شکل سستی در کار سپاه یعقوب بیش از پیش حاصل گردید. اما یعقوب نخبه ترین سرداران خود را در میانه لشکریان فرستاد و توانست ارتش خود را منسجم کند. عباسیان که از پیش در میدان حضور یافته بودند، زمین نبرد را توسط انحراف بخشی از مسیر رودخانه تبدیل به باتلاقی از گل و لای کرده بودند، چرا که آگاهی داشتند بیشتر ارتش یعقوب را سوار نظام تشکیل میدهد، حالان که بیشتر آنها پیاده نظام سنگین اسلحه مجهز به سپر و نیزه و یا قلاب سنگداران و کمانداران زبده بودند. با فرمان یعقوب نبرد آغاز شد. دو سپاه با یکدیگر پنجه در پنجه شدند. از دو سپاه شمار بسیاری کشته شدند که در میانشان فرماندهانی از طرفین نیز دیده میشد. نبرد تا عصر آن روز به درازا انجامید. سوار نظام یعقوب در زمینهای نرم و گلالود منطقه توان نظامی خود را از دست داده بودند و مشمول تلفات سنگینی شدند. با این همه جناح راست ارتش عباسی تحت فشار پیادگان عیار قرار داشت. در مرکز اوضاع متفاوت بود. یعقوب چون شیر بیشزار در کشاکش نبرد بارها با نخبه ترین نیروهای خود به نیروهای الموفق یورش برد و در این بین حتی از جانب دست و گلو مورد اصابت تیرهای از قلاب سنگداران قرار گرفت، ولی جراحاتش او را از ادامه نبرد منصرف نکرد. در همین حین نیروهای کمکی عباسیان با قایق‌هایی از مسیر رودخانه دجله سر رسیدند. مولا نصیر خود را به پشت ارتش صفاری رساند و ابتدا به اردوگاه وی تاخت و پس از غارت آن بارانی از تیرهای آتشین را بر سر لشکریان یعقوب فرود آورد. ارتش صفاری متحمل تلفات بسیار شد و به دلیل تیرهای آتشین شتران رم کرده و هرج و مرج در سپاه ایشان اوج گرفت. آنها به سرعت از میدان نبرد بیرون رفته و یعقوب که خود را تنها میدید با گارد مخصوص خود نهایتاً از میدان به در آمد. به گفته مورخان در راه برگشت، یعقوب در پاسخ به ملامت‌های فرماندهان خود که می‌گفتند چرا در مکان نادرست و بدون شناخت صحیح قوای دشمن، آن هم در زمانی که باد مخالف بر لشکریانت می‌وزید، اقدام به نبرد کردی؟ پاسخ داد: من از برای جنگ نیامده بودم و قصدم مذاکره با ایشان بود. این نبرد به من تحمیل شد و انتقام آن را خواهم گرفت. یعقوب به اندازه شجاع و امیدوار بود که 3 سال تمام به تجدید قوا پرداخت و با تعیین جندی شاپور به عنوان مقر عملیات قصد جنگ دوباره با خلیفه را داشت. خلیفه که نمیخواست سربازان خود را درگیر جنگ با این نیروی جنگاور کند، سفیری نزد او فرستاد تا رسما امیر مناطق خراسان، سیستان، اصفهان، کرمان و فارس باشد، اما از جنگ دوباره خودداری کند. پاسخ لیث صفار به این سفیر کوتاه ولی ماندگار بود. هرگاه زنده ماندم بین من و تو این شمشیر حاکم است. اگر غالب شدم آنچه مرا پسند آید به کار خواهم بست و اگر تو غالب شدی نان خشکیده و پیاز غذای من است. یعقوب چندی بعد در پی بیماری قلنج درگذشت و بیگمان اگر زنده میماند ضربات جبران ناپذیری به سپاه بغداد میزد. برادر او عمرولیث صفاری نیز
اگرچه در مقام فرمانده همچون یعقوب نبود، با این حال وی نیز از سرداران شجاع زمانه خود بود که بعد از برادر بزرگ خود سکانداری دودمان سفاری به او رسید. در آن سوی میدان خلیفه حیله‌گر عباسی با توجه به قدرت و ثبات سفاریان برای دفع خطر از خود و جلوگیری از یک جنگ بزرگ که عاقبت آن بر هیچ کسی مشخص نبود، حاضر شد به امر بسیاری از ولایات را بسپارد. سفاریان که هنوز از نبرد دیرالعاقول زخم خورده بودند و به دلیل چند دستگی نیروهایشان امکان حمله دوباره به خلیفه را نداشتند، تصمیم گرفتند که به جای نبرد درخواست صلح را بپذیرند و از آن پس سفاریان خود را علیه دشمنان در شهر و ماوراءالنهر تجهیز کردند. از مهمترین مشکلات امرو در ابتدای امر حکومت نیشابور بود که شخصی به نام احمد خجستانی آنجا را به نام طاهریان اداره می کرد. تلاش‌های امرو برای تصرف نیشابور به نتیجه نرسید. خجستانی تا سال 881 در نیشابور خطبه به نام طاهریان می‌خواند، اما پس از آن اعلام استقلال کرد و تنها نام طاهریان را از خطبه انداخت و نام خود و خلیفه عباسی را یاد کرد. سرانجام در سال 882 خجستانی به دست یکی از غلامانش به قتل رسید. در زمانی که خجستانی کشته شد، یکی از مبانع سفاریان برای تسلط بر خراسان از بین رفت، اما لشکریان خجستانی رافع ابن هرثمه را به عنوان سردار خود برگزیدند و او راه خجستانی را که بازگرداندن طاهریان بود ادامه داد. قدرت رافع روز به روز افزایش پیدا می کرد. او به کمک لشکریان سامانی مرد و هرات را از حکومت امرو جدا کرد. رافع در همان سال به خوارزم حمله کرد و با غنایم بسیار زیادی برگشت. پس از آن وی در سال 888 عزم حمله به گرگان و طبرستان را کرد. محمد ابن زید حاکم علویان به استرآباد و از آنجا به ساری فرار کرد. رافع در تعقیب او سرتاسر دیلم را تصرف کرد و در نبرد رودخانه چالوس علویان را شکست داد. در سال بعد به قزوین و سپس به ری رفت و تا مرگ خلیفه در آنجا ماند. در سال 892 که معتضد به خلافت رسید، رافع را شخصی مطیع نمی‌دانست و او را از ایالت و امارت کل خراسان برکنار کرد و لشکری به فرماندهی احمد ابن عبدالعزیز ابن عبیدالف را برای سرکوبی او روانه ری کرد. جنگ با پیروزی سپاه خلیفه همراه بود. خلیفه حکومت خراسان را به امرو واگذار کرد تا با کمک او رافع را از میان بردارد. در سال بعد و با مرگ فرمانده خلیفه، رافع جرأت بازگشت به ری را پیدا کرد. رافع از نیت خلیفه با خبر شده بود و با محمد ابن زید علوی متحد شد و با سپاهیانش به خراسان حمله و آنجا را اشغال کرد. از طرفی امرو محمد ابن زید را نسبت به رافع بدبین کرد و او از پشتیبانی رافع دست برداشت و امرو آماده جنگ شد. بین رافع و امرو جنگ‌های بسیاری رخ داد و هر دو طرف شکست و پیروزی‌هایی کسب کردند، اما رافع در بیهق و طوس شکست خورد و مجبور فرار به خوارزم شد. شاه خوارزم با دیدن تعداد کم سپاه رافع و اموال زیادی که همراه داشت به مصادره دارایی‌ها پرداخته و سپس همه را از دم تیغ گذراند و سر بریده رافع ابن هرثمه را برای امرو فرستاد. پس امرو آن را برای خلیفه فرستاد و خلیفه حکومت ری را همراه با خلعت و پرچم‌های بسیار به او داد. امرو از خلیفه سرزمین‌های فرارودان که در گذشته زیر نظر حکومت طاهریان بود را درخواست کرد.
معتضد که هرگز اعتماد و وفاداری صفاریان را باور نداشت، با او از در نیرنگ و فریب درآمد. خلیفه با خبر شده بود که امیر اسماعیل سردار بزرگ سامانی و بزرگ سلسله سامانیان در فرارودان قدرت روزافزونی پیدا کرده. سپس چاره کار را در آن دید تا امرلیث را که قدرت ترساوری پیدا کرده بود علیه او تحریک کند. پیشبینی خلیفه آن بود که نبرد دو سردار در نهایت به سود اوست، چرا که هزاران سرباز از دو طرف در این نبرد به قتل خواهند رسید. ساکس سال این نبرد را 288 هجری برابر با 900 میلادی و محلان را در نزدیکی شهر بزرگ بلخ می‌داند. سپاه امرو بالغ بر 70,000 نفر و مملو از تجهیزات جنگی از جمله منجنیق‌های بزرگ بود. اما امیر سامانی که می‌دانست سواران و پیاده نظام سفاری به دلیل استفاده از زره و سپرهای قوی تقریباً شکست ناپذیرند، راه را در بکارگیری حیله جنگی دانست. بنابراین با استفاده از آب رودخانه زمین را غیر استوار و گل‌آلود کرد. در نتیجه سربازان سنگین اسلحه سفاری در این نبرد مقهور چابکی سواران تیزپای خراسانی شدند و پس از نبردی خونبار امرو اسیر و به بغداد فرستاده شد. خلیفه نیز که اسماعیل را برنده نبرد دید از او قدردانی کرد و لیث مدتی در زندان بود تا در همانجا به دست خلیفه کشته شد. از آن پس حکومت صفاریان رو به افول نهاد و در نهایت به وسیله سامانیان حکومت صفاریان به پایان رسید. صفاریان از چند نظر ویژگی‌های یک حکومت خوب ایرانی را داشتند. نخستان که هم یعقوب و هم امرو هر دو جنگاور و شجاع و از دورویی گریزان بودند. دومون که آنها برخاسته از خطه سیستان مهد پرورش مردان شجاع ایران قدیم بودند. نکته سوم این که آنها از ارتشی منظم و قدرتمند برخوردار بودند که قابلیت بسیج بیدرنگ به هنگام خطر را داشت. آنها می توانستند آغاز کننده یک سلسله ایرانی علیه خلفای حیله‌گر بغداد باشند، اما از بدبیاری در شرق ایران آنها با نیروی قدرتمند سامانیان و از غرب با خلافت عباسی مصادف شدند. در نتیجه در بین این دو نیرو از بین رفتند. معطوفی در کتاب تاریخ 4000 ساله ارتش ایران دلایل قدرت صفاریان را متعدد می‌داند. ابتداً که سالها عیاری و نبرد از این دو برادر و سربازانشان قدرتی غیر قابل توصیف ساخته بود. دوماً که در انتخاب سرباز بسیار دقت می‌کردند و هر کسی را به سربازی نمی‌پذیرفتند. سوماً که در پرتاب نیزه و استفاده از فلاخن و کمند بسیار استاد بودند و از وسایل جنگی بزرگ نظیر اراده‌ای که نوعی دشکوب بود، منجنیق و چرخ کمانی و همچنین انواع گرزها بهترین استفاده را در نبردها می کردند. آنها همچنین در گذر از بیابانها و مناطق کم آب استاد بودند و برای نمونه در کمال ناباوری با عبور از ارض کویر به مسافت 780 کیلومتر خود را به کرمان رساندند و این شهر را غافلگیر کردند. آنگونه که مورخان نوشتند سربازان دو امیر سفاری همیشه مجهز و همزمان از چندین سلاح برخوردار بودند و همین امر پایداری آنها را در نبردها